اولین سوالی که برادر پگا میمبری بی نمازی با نمازی پگا میمبری وقتی مردی پیامبر گفته این سخن پیامبر است میگه که اول چیزی که تو را راست میکنن میپرسن همین است نماز تا ادا کردی یا نکردی از همین شما را میپرسن برادر عزیز وقتی پرسد که نماز تا ادا کردی یا نکردی آخه بهتری میشود که مقصد که خیر نخواندم یا که آخه این گپ گفتند بدونی چقدر برادر عزیز برای تو خجالت میشود برای برادر عزیز بی نماز نباشید شما نمازان را در همه حالت خوانید هر زمان همین ساعت عمر شما تمام شدنش امکان دارد هر زمان بدین میگو یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک تا قبرستان همون که میبرن میگرانند بین قبرستان و بین تو میگه یک وجب است دور نیست یک وجب راه هست بدیل از تو تا دامان خاک در سر این مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش رنگ یعنی اشک سر مژگانی یا این زمان میافتی یا زمان دیگه باید شما برای چی پیامبر میگه استعید للموت قبل نزول الموت پیش از آن که مرگ به سراغت میاد تیار باش تیار با معنای این نیست که شما بشینو تیار اینه که نمازکان خواندگی است کسی را در حیات تهمت نکردم حقی کسی را نخوردم زنی کسی را دست درازی نکردم ای حرام های او استفاده نکردم برادر تیاریم همینه همه طرف تیارم پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته است که تا اگر تیار نباشی سرت در بالیش نمان تیار که همه سرت بالیش نمان شاید در هم خواب جانتا بگیرم برادرای عزیز از الله بترسید زیرا حقی ترسیدنی هم دارد خدا پرده کنه این کار رفتارهای ما و شما را که وقتی در ما و شما این عمل ها نباشد عیب در مسلمان خداوند بازم خیرتون در ایمانتون را کامل کنم و ایز محبت خواهی شما و بدی خدا زیاد در دارم همیشه شما که در غریبی در سفر خداوند کاراتون را کشایش بده و برا بده و علای مهربان بازم توفیقاتون را زیاد کنه و خدا تحصیلتون را زیاد کنه برا رو برکت کنه و علای مهربان گذشتگانتون را رحمت و مغفرت کنه بیماریاتون شفا بده ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین السلام علیکم و رحمت